یه ویدیو به زبان ترکی دیدم که بازیگر و سلبریتی های ترکیه که روزه میگیرن رو معرفی کرده بود. تو این ویدیو قرار اون اسامی رو با هم دیگه ببینیم. اگه علاقه‌مندین ویدیو رو لایک کنید و در ادامه همراه من باشید. بیاز کمدین معروف ترک که خیلی همون اونو با بیاز شو میشناسیم جزء کسایی بود که روزه میگیره. سیبل جان خواننده قدیمی که خیلی همون آهنگاشو شنیدیم جزء کسایی بود که روزه میگیره. فاهریه و براک زن و شوهری که به تازگی چند ماهی میشه، شاید 1 سال، که بچه دومشون هم به دنیا اومده، جزء کسایی بودن تو لیست که روزه میگرفتن. توبا بازیگری که خیلی همون با سریال لطیفه اونو میشناسیم و سریال های دیگه‌ای که با کیوانچ بازی کرده، اونم جز کسایی بود که روزه میگیره. بعد دیگه بذار ببینم کیا بودن. ابراهیم تاتلیس جز کسایی که روزه میگیره و کنان مجری معروف کی میلیونر میشه یا اونو با سریال ازل هم میشناسیم، اونم جز کسایی که روزه میگیره. حادیثه خواننده معروف ترک، اونم روزه میگیره. هولیا آفشار خواننده قدیمی و همچنین بازیگری که تو حریم سلطانم بازی کرده بود. بعد دیگه چه کسایی هستن؟ انگین بازیگری که با سریال اسم من فرح یا فاطمه گل خیلی همون میشناسیمش، روزه میگیره. مراد بوز و تارکان خواننده ها. بعد الچین که با سریال، اسم سریالش رو یادم رفت الان، ولی سریال 4 پیش ما هم بازی کرده بود که با این، حالا عکسش که گذاشتم متوجه میشین کدوم بازیگره، اینم روزه میگیره. بعد کمال برادر کنان همسر نسلیان آتاگل که اونم بازیگره، اینم روزه میگیره. جم آدریان که یه خواننده است که خیلی هم خوبه، اونم روزه میگیره. بعد آراس یا عرس بلوت، اون هم جز کساییه که روزه میگیره. بعد همینا. آدمای دیگه هم بودن که حالا معروف نبودن برای اینکه ویدیو طولانی نشه نیاوردمشون. این که چقدر درست میگن و واقعا این آدم روزه میگیرن یا نه رو نمیدونم، فقط تو این ویدیوها آورده بود به عنوان کسایی که روزه میگیرن. حالا تو ترکیه تعداد کسایی که روزه میگیرن خیلی بیشتر نسبت به ایران در حال حاضر، اما خب اون محدودیت ها و اینا نیست، یعنی شما همیشه میتونین برین بیرون غذا و اینا بخورین، رستوران ها بازن فلان، اما آدم روزه میگیرن. همین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. آها یه چیز دیگه هم بگم، چند روز پیش خواهر آندرچل یه عکسی گذاشته بود که خیلی بی ربط به ماه رمضان بود، یعنی حتی نوشیدنی و اینا هم نمیخورد، فقط لب استخر و اینا بود. کلی کامنت بد گرفته بود از اینکه ماه رمضون این چه عکسایی که خودت منتشر کردی. یکی دیگه از بازیگرای ترک هم اومد شب اول ماه رمضون در حالی که داشت نوشیدنی معروف ترکال راکی، نوشیدنی الکلی میخورد، استوری گذاشت از خودش که خب کلی انتقاد شده بود بهش. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. فعلا خدا نگهدار.